2 روز مذاکرات فشرده و جدی گروه 5+1 و ایران و مباحث مختلفی که مطرح شد در بیانیه‌ای که در پایان این نشست منتشر شد نشون دهنده این هست که در آینده باز هم از این دست گفتگوها و به همین شیوه ادامه خواهد یافت و زمینه شاید فراهم بشه. ما دعوت کردیم از جناب آقای دکتر کارشناس مسائل سیاسی که در خدمتشون باشیم و ایشون توضیحاتی رو بدن راجع به این 2 روز مذاکره. چه خبرته؟ چی رو توضیح بدیم؟ کنفرانس مطبوعاتی مشترک رو بهانه گرفتیم تعطیل کردیم که همین توضیحات رو ندیم. واقعا به بعضی باید گفتش که یه کمی آرومتر برو تا شعورت هم بهت برسه. بدبخت بیچاره عظما نمیتونه یه زهر یواشکی بخوره اون گوشه دنیا. ظریف برای چی کمرشو گرفت؟ داره میگه ریختم و ببین حالمو نپرس. با اون راه رفتن کجکجش حرف میزد اونجا. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن که یارو رفت سمعک بخره. اون سمعک فروشه گفت از 1000 تومانی داریم تا 1,000,000 تومانی. طرف گفت خب اون 1000 تومانیش چجوری کار میکنه؟ طرف گفت اصلا کار نمیکنه، فقط وقتی مردم میبیننش برات بلندتر صحبت میکنن. میخوام بگم که این بیان تصویری وضعیت مقام عظما بود. بیان شفاهیش چیه؟ فرهنگستان زبان فارسی گفته از این به بعد به جای حرف بیادبی شکر خوردم مؤدبانه بگین نرمش قهرمانانه کرد. تحلیلتون رو در ابتدا خیلی کوتاه یه تحلیل کلی از این 2 روز نشست بفرمایید و اینکه آیا اون چیزی که پیش بینی میشد با اون چیزی که انجام شد یکی بود یا نه؟ بدبختی اینه که همون چیزی که پیش بینی میشد عذاب در اومد، یعنی اوضاع بیریخ شد. وقتی وارد جزئیات میشی معلوم میشه که چقدر تلخ اون زهر ماری لامصب. شما از کجا میدونید که به اصطلاح وارد جزئیات شدن؟ چون محرمانه بود نشست که. خب فرق بین من و تو همینه دیگه. ظرافتام که حالید نیست. مثلا چرا محرمانه بود؟ من نمیفهمم چرا هرچی ما مجری عوض میکنیم این جدیده از قبلی ها شوت‌تر از آب در میاد. شانس نداریم. آدم بدشانس مرغ عشقم که بخره صدای ترمز دستی میده. بعضی خبرها رو که نمیشه همینطوری توضیح داد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن که به یارو گفتن برو خبر مرگ پدر همسایه رو به این پسرش بده. طرف رفت در خونه همسایه در زد گفت بابات هست؟ پسره گفت نه شب میاد. اینم گفت آره ارواح عمت بیشین تا بیاد. اما یک نکته دیگه آقای دکتر، وقتی که ما حالا از بعضی از مواضعمون کوتاه بیایم آیا این اراده در قلب وجود داره که این کار انجام بشه؟ خب معلومه که نه. اونا که تحریم نیستن، اونا که زرتشون قمصور نشده. موقعیت خاص مقام عظماست که ایجاب میکنه هر چی بهش میدن بخوره. تو چرا شما نمیفهمی؟ معتقدید خط قرمز بنا به اقتضاعات زمان تغییر میکنه؟ بله یه بارم کردیم همین کارو. امام زهر خوردن، البته اون دفعه بعد از اینکه زهر خوردن مردن. چه تضمینی وجود داره که اگر ما پیش قدم بشیم و این کار رو بکنیم بعد همون اتفاق 2 مرتبه تکرار نشه؟ هیچی. ترس این بدبخت بی‌نوا مال همینه دیگه، وگرنه که همون اول گلاس مینداخت بالا. خیلی ناراحتند و خیلی تنشون به لرز افتاده. تو تازه یک قرونشو داری میفهمی. متشکرم. انشالله هوشیاری که توی این چند ماه در دولت 11 بوده در آینده هم باشه که ما بتونیم از این مذاکرات و این گفتگوها نتایج انشالله خوبی رو بگیریم. ببینین طرف چقدر شوته. آخر شاهنامه تازه میگه ببخشید رستم خان نسبتی با اون آقا سهراب داشتن یا نه؟ هنوز تو خیال اقتداره. خوش خیال دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن که این صحنه هست تو فیلم ها که طرف شب میره لب ساحل بعد اونجا رفیقش که باش دعوا کرده بود میاد عذرخواهی میکنه. اینا همش فیلمه. ما هر وقت شب رفتیم لب ساحل چند تا سگ دنبالمون کردن پدرمون رو در آوردن. خستم نمیشدن. عزت همگی زیاد.